به نام خدا. امروز برنامه رو تحت آیدی نتبینز براتون آموزش میدم که نام هست کلاس و ساختاران. برنامه نتبینزمون رو باز میکنیم. برای گزینه نیو پروژکت کلیک کرده، جاوا اپلیکیشن، نکست. در اینجا اسم پروژمون رو انتخاب میکنیم. ما اسم پروژمون رو آموزش میذاریم و اینجا هم نام فایل اصلیمونه که مین قرار میدیم، مین فایل قرار میدیم. خب در اینجا ما ابتدا میریم یه پکیج استفاده میکنیم. کلیک راست، نیو، جاوا پکیج. اسم پکیجمون رو انتخاب میکنیم که معمولا دو قسمتیه. ما میذاریم کام دات فینیش. خب سوال مطرح میشه که پکیج چیه؟ پکیج در جاوا معمولا واسه دسته‌بندی کردن کلاس ها به کار میره. یعنی اگه بخوایم یه برنامه بزرگ داشته باشیم و بخوایم قسمت های مختلفی از اجزا رو داشته باشیم که بتونیم راحت تر کارمون رو پیش ببریم، از پکیج استفاده میکنیم. در اینجا یک فرم اضافه میکنیم. کلیک راست، نیو، روی گزینه آدر کلیک میکنیم. از بخش سوینگ جو آی فرم یه جی فریم فرم اضافه میکنیم. نکست. اسم جی فریم فرممون رو میذاریم مین فریم و در اینجا پکیجی که به طور مستقیم با مین فریم در قرار میگیره رو انتخاب میکنیم که همون کامداد آموزش خودمون هستش. پکیج ما اینجا فعال شد. اینه مین فریم فرممون. میایم توی مین فایل واسه فعال کردن فرممون کدی رو مینویسیم. منظور از کد همون یک شی از این فرممون میسازیم. اسم فرممون میسیم مین فریم فریم یک مساویس با نیو مین فریم. خب و در اینجا کافیه که فریم یکمون رو دات ست ویزیبلش رو ترو کنیم و اگر اینجا یه اجرای کوچیک بگیریم میبینیم که فرمون فعال شد. بله. خب بعد فعال کردن فرم ها میایم کلیک راست میکنیم روی پکیجمون، گزینه جاوا کلاس رو انتخاب میکنیم. در اینجا کلاسی که من میخوام براتون آموزش بدم تایم هستش. میذاریم تایم یک و در اینجا هم کامداد آموزشی هستش که پکیج مورد نظرمون بود. فینیش. خب در اینجا میبینید که نوشته شده پابلیک کلاس تایم یک. خب این که نام کلاسه. کلاس دیگه به جز نامش چه چیزایی داشت؟ متغیر یا اتریبیوت هایی داشت کلاس ها و متد ها. ما در اینجا میبینیم که تایم ساعت چه متد هایی داره؟ یک ساعت داره، یک دقیقه و ثانیه و شهری که ساعت مورد نظر به اون مربوط خواهد بود. پس میایم یه چند تا متغیر تعریف میکنیم براش. period in hour. period int minute و period int second و شهر مورد نظرمون رو هم از نوع استرینگ میذاریم. معذرت میخوام، به نام سیری.
این از متغیرهایی که باید تعریف میکردیم. حالا میایم سراغ تعریف کردن متد هامون. خب در اینجا به چه متد هایی نیاز داریم؟ متد هایی نیاز داریم که باید بفهمیم که در برنامه چه کاری باید کنیم. مثل گرفتن شهر، نام ساعت، چه ساعتی باید برقرار باشه. پس میایم ابتدا متدی می‌نویسیم که از نوع بازگشتی خواهد بود به نام set hour که نوع آن هم int hour هستش. خب اینجا متد ست کردن ساعتمون رو میبینید که داریم می‌نویسیم. خب در بدنه متدمون می‌نویسیم this dot hour مساوی میذاریم با hour. خب تو اینجا یه سوال مطرح میشه که این this به کدوم hour اشاره میکنه؟ به این hour که در بدنه این تابع هست یا این hour؟ خب this اشاره کننده به متغیر سراسریه. متغیر سراسری متغیری است که توی بدنه اصلی کلاس تعریف شده باشه و متغیر محلی که اون متغیریه که توی بدنه یه محدوده از تابع تعریف شده باشه. خب تو اونجا ست کردیم، میایم حالا گت میکنیم و ریترن میکنیم hourمون رو. خب بعد از ست کردن و گت کردن برنامه میایم متدی می‌نویسیم برای نمایش دادن ساعت به فرمت مورد نظر. یعنی هر ساعت یه فرمت خاصی داره، ماه یه فرمت خاصی داره. ما تو اینجا برای نمایش دادن ساعت میایم از یه مسیج دیالوگ استفاده میکنیم. متدی از نوع بازگشتی تعریف میکنیم که نام متدمون شو تایم هستش. برای نشان دادن مسیج دیالوگ در جاوا از جی آپشن پن استفاده میکنیم. با نال کاری نداریم و در اینجا برای اینکه فرمت خاص ساعتمون رو رعایت کنیم از string dot string dot فرمت استفاده میکنیم. در اینجا درصد صرف دو دی دو نقطه دوباره درصد صرف دو دی دو نقطه درصد صرف دو دی. تو اینجا سوال میشه صرف دو چیه؟ صرف دو همون پارامتر خاص ساعته که با حتما باید دو حرفی باشه که در غیر این صورت صفر قرار پیدا میکنه. میریم سراغ آرگومان هامون. چه آرگومان هایی ما داشتیم؟ 1 2 3 تا دی داریم، پس 3 تا آرگومان داریم. آرگومان اول ما ساعت، آرگومان دوم ما دقیقه، آرگومان سوم ما
سکاند می باشد. و میریم سراغ شکل خاصی از آیکون مسیج دیالوگمون که به صورت اینفورمیشن مسیج می باشد. خب تو اینجا شکل خاصی از ساعت رو، شکل خاصی از نمایش دادن فرمت ساعت رو نوشتیم. میریم توی مین فریممون یه باتن میذاریم. توی این باتن تعریف میکنیم شی از ساعت هم. پس برای تعریف کردن شی از ساعت می‌نویسیم تایم یک، شیمون نامش تیه که مساوی میشه با نیو تایم یک. در اینجا تی یک دات شو تایم میشه. خب میریم یه اجرای کوچک میگیریم. جی باتن این نوع آیکون اون بود که اینفورمیشن مسیج بود. صرف اوکی. چرا صرف؟ به خاطر اینکه هنوز مقداری بهش داده نشده و برای مقدار دهی ما از سازنده استفاده میکنیم. سازنده چیه؟ سازنده ساخت داره شبیه به یک متد، با تفاوت اینکه مقدار بازگشتی نداره. یعنی همون متد، فقط مقدار بازگشتی نداره. و نکته قابل توجه اینجاست که اسم سازنده باید با اسم کلاس حتما یکی باشه. پابلیک تایم یک که میایم اینجا از مقادیر پیش‌فرضی استفاده میکنیم. می‌نویسیم hour مساوی بشه با 3 minute مساوی بشه با 50 سکاند هم مساوی بشه با 0 و سیتی مساوی بشه با تهران. اینجا میگیریم. اینجا مقادیر پیش‌فرضمون شد 3 دقیقه و 50 ثانیه. 3 ساعت 3 و 50 دقیقه. خب میگه سازنده دیگه تعریف میکنیم با همون نام تایم یک. دلیل اینکه میشه از یه نام استفاده کرد در سازنده ها خاصیت اوورلود اوناست. میایم اینجا میگیم که int hour int minute int second int string city.
در اینجا برای سازنده مقادیر ورودی در نظر میگیریم که کاربر بخواد خودش ساعت خاصی رو بده. میایم از this dot hour مساوی است با hour استفاده میکنیم. this dot minute مساوی است با minute. this dot second مساوی است با second و this dot city مساوی است با city. این دیس باز متغیر به متغیر سراسریمون اشاره میکنه. ورودیامون میریم توی مین فریم، در اینجا که T1 از نوع تایمر قرار دادیم، ورودی های خاصی قرار میدیم که اولین آرگومانمون ساعت بود که ساعت رو 4 15 برای دقیقه و 22 برای ثانیه تهران برای سیتیمون اجرا میکنیم. 4 15 دقیقه 22 ثانیه که ما در اینجا به جای این اعداد میتونیم از 3 یا 4 تا تکست جی تکست فیلد استفاده کنیم که گت تکست اون رو برابر با مقداری که در تکست فایلمون دارم برابر کنیم و در مسیج دیالوگمون نشان بدیم. ممنون از توجه شما به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که کمکی کرده باشم. خدا نگهدار.